4 ساعت طول کشید تا بفهمم اعتماد چقدر میتونه کشنده باشه. فقط 4 ساعت کافی بود تا دنیام رو ازم بگیرن. من این داستان رو تعریف میکنم نه برای اینکه دلسوزی بگیرم، تعریفش میکنم چون شاید یکی دیگه بتونه زنده بمونه. به چنل خودتون حقیقت بنفش خوش اومدین. امیدوارم از این تجربه به خوبی استفاده کنین. مال دختری 18 ساله اهل آلمانه. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. من هیچ وقت فکر نمی کردم دارم به یک کابوس نزدیک میشم. فکر می کردم شب معمولیه، یه مهمونی کوچیک توی خونه یکی از دوستام، موزیک باشه و خنده، حرفای الکی، نوشیدنی و مثل همیشه شوخی‌های بیجا. یه پسر بین جمع بود، اسمش رو نگم بهتره، ولی اون همیشه جز آدمایی بود که وقتی حرف میزد همه میخندیدن. خیلی شوخ طبع بود، آدم بامزه. شاید واسه همین بود که هیچ وقت تصور نمی‌کردم یه روز قرار قاتل روحم باشه. ساعت نزدیک 3 صبح بود. یکی یکی همه خدافزی کردن و جشن تموم شده بود. منم مست نبودم ولی یک ذره گیج و خسته بودم. اون گفت بذار منم باهات بیام سمت خونتون، چون خونه ما هیچ کسی نبود و اون میدونست. و با هم همراه شدیم و تا رسیدیم خونه و با من اومد داخل و گفت که امشب پیشت میمونم تا حالت بهتر بشه، چون کسی نیست اگر حالت بد بشه احتمال داره که بلایی سر خودت بیاری. منم قبول کردم چون بهش اعتماد داشتم. همیشه توی جمع مهربون بود. یه جورایی حس می‌کردم هوامو داره. رفتیم توی یکی از اتاق‌ها که استراحت کنم. روی تخت نشستم و همون لحظه دستش رو گذاشت روی شونم. یه لحظه خشک شده بودم. لبخند زدم و گفتم خوبه دیگه، منم میخوابم، تو هم برو سمت خونتون، حالم خوبه، چی اتفاقی نمیافته برام. اما نرفت. گفت فقط یه دقیقه بذار بغلت کنم. گفتم نه جدی میگم، خستم، میخوام بخوابم. ولی اون یه دستش رو روی گردنم حلقه کرد، فشار میداد، اونم خیلی محکم فشار میداد. صدام لرزید. گفتم داری اذیتم میکنی ها. اما انگار هرچی بیشتر میگفتم اون بیشتر جری‌تر میشد. شروع کرد ازم لب گرفتن. قوی بود، منو هول داد روی تخت. گفتم بس کن، من نمیخوام، من جدی میگم، واقعا نمیخوام این کارو. درسته خورده حالم بد بود ولی الان حالم خیلی خوبه، میتونی بری. و اون انگاری نمیشنید. انگار فقط یه دیوار بودم، یا بدتر یه اسباب بازی. اون لحظه که فهمیدم مقاومت فایده‌ای نداره بدنم سنگین شد. فقط تو ذهنم بود که نجات پیدا کن، زنده بمون. دستام کنار بدنم بودن، خودمو تو ذهنم بردم یه جای دیگه. اصلا انگار از بدنم جدا شدم. مثل این بود که از بالا دارم صحنه رو میبینم. یه دختر فلج که روی تخت گیر کرده و یه حیوان که داره ازش استفاده میکنه. 4 ساعتی که تموم نمیشد. هر لحظه یه شکنجه جدید، فشار، دردی که توصیف کردنی نیست. و از همه بدتر نگاهش پر از نفرت بود. انگار داشت میگفت تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، تو هیچ کسی نیستی. و من واقعا هیچ کسی نبودم. وقتی تموم شد بدنم مثل مرده ها بود، هیچ توانی نداشتم. اون بلند شد و لبخند زد، یه لبخند خیلی کثیف که حالم ازش به هم میخورد. گفت دیدی خوب شد؟ نمیخواستی ولی خوشت اومد. دلم میخواست بالا بیارم ولی حتی تهوع هم نمیومد. فقط لباسامو پوشیدم، بدون حتی یک کلمه فرار کردم. اما چطور از مغزم فرار کنم؟ هر شب وقتی چشمامو میبندم صحنه ها تکرار میشن. صداش، نفسهای تندش، درد و اون جمله نمیخواستی ولی خوشت اومد. یه جمله‌ای که هنوز مثل شیشه خورده تو ذهنمه. کاش میتونستم فریاد بزنم که نه، من هیچ چیزی نمیخواستم، من هیچ کدوم از اون اتفاقا رو نمیخواستم. یه مدت به کسی نگفتم. میترسیدم بگن که چرا مقاومت نکردی، چرا اونجا بودی، چرا اصلا نوشیدی. میترسیدم بگن خودت خواستی. ولی خودم میدونستم که نخواستم. خودم هر شب که از خواب میپرم با اون نهی که نشینه شده بود بیدار میشم. این دردی که حتی اگه صدمه‌ای نبینی روحتو میشکنه. من تو اون اتاق دفن شدم. هنوز دارم تلاش میکنم و خودم رو از زیر خاک در بیارم. شاید این داستان منه ولی هزاران نفر هستن که همچین شبهایی رو داشتن. من اینو میگم چون نمیخوام این سکوت ادامه پیدا کنه. اگه کسی بهت گفت نه حتی یه بار، این یعنی نه.
نه یعنی نه، نه یعنی نمیخوام، نه یعنی لطفاً تمومش کن و هیچ کس نباید این نه رو نادیده بگیره. امیدوارم این داستان به کسی که اون ته قلبش هنوز خودشو سرزنش میکنه بفهمونه تقصیر تو نبود. هرگز تقصیر تو نبود.